امیر تتلو به ناحق به 10 سال حبس محکوم شده، اما به چه جرمی؟ اتهامی که به دروغ به او نسبت دادن ترویج جوانان به فساد و فحشا بوده که این حکم نه تنها ناعادلانه بلکه بی‌پایه و بی‌اساس. سلامت بودن، سالم زندگی کردن، گیاهخواری، عشق بی قید و شرط. من به عنوان یک دختر ایرانی، یک دختر خیلی بی‌حجاب بودم، مثلا حجاب و پوشش برای من معنی نداشت. وقتی با امیر تتلو آشنا شدم و این تأثیری که از شعراش، از صحبتاش در من گذاشت و این فرهنگ رو، این آگاهی رو در ذهن من جا داد، با رضایت خودم این تأثیر رو، این تغییر رو پذیرفتم. گرفتم که درست زندگی کردن رو گیاهخواری کردن و حتی تصمیمات زود نگرفتن در انجام کارها، سجده کردن، تخلیه انرژی منفی. تتلو بهم یاد داده عشق ورزیدن، به یاد داشتن خدا رو. امیر تتلو بهم یاد داده صبر و انتظار کردن و بی‌آزاری رو، شکرگزاری. بخشندگی بگیر، سفره‌داری بگیر، سفره پهن همه اومدن خوردن، چه از توی خونه‌اش بخوایم بررسی بکنیم. آدمایی میومدن از بغلش گنده می‌شدن، برای همه دست و دل باز بود. تا موزیکاش که مجانی در اختیار مردم قرار می‌گرفت. کسی بیشتر از 3 ثانیه نگاه نکنم، تو جمعی شلوغ نرم، اگه میرم عینک بزنم، به جای دست دادن مشت بزنم تا انرژی از کسی درون بدن من به عنوان یه زن وارد نشه. بیش از 20 سال فقط برای یه چیز زحمت کشیدم. این چیزی غیر از انسانیت نیست و هرگز هدفی غیر از اجرای انسانیت بر روی زمین نداشتن و ندارن و نخواهند. من یاد گرفتم احترام گذاشتن رو. حتی اگه یکی بهت بیادبی کرد، تو جوابشو با احترام بدی. تتلو به من دیدن و گفتن حقایق و ضایع نکردن حق هیچ موجود زنده رو یاد داد. صبر انتظار بده، چون انتظار عشق خریدن. امیر تتلو به ما آموخت به حیوانات معصوم و بیگناه را آزار ندیم و برای رسیدن شدن خود حاضر به کشتن هیچ موجودی باشیم. اون کسایی که امیر تتلو در واقع به خاطر اینکه اونا رو تشویق به فساد کرده کیان؟ خب باید دو نفر باشن که ما بگیم آقا این افراد توسط امیر تتلو تشویق به فساد شده. این منطق حکم